دوستان یه سوال دیگه بپرسم. بفرما. تو نمای ساختمون هم میشه استفاده کرد ازش؟ برای نما خیلی زیبا میشه، به خصوص مثلا برای یک طبقه دو طبقه. دو طبقه زیباییش خوبه، از دو طبقه به بالا کمتر میشه. نگهداری خاصی هم نداره دیگه فکر کنم، همینجور بذاری و فقط بندش با ماسه کم خاک باید بزنی. ماسه بادیا که مال کارخانه ماسه شویه به دردی کار نمیخوره، اون خاک زود اول میره. ماسه کم خاک باید بشه. آره. دوستا دستمزد اجراش چجوره به نسبت بقیه مسائل ساختمانی؟ الان سنگ کارخانه دورور 600 700 تومان 700 تومان 800 تومان کار میکنن، این دورور 500 تومان 600 تومان 500 600 تومان. آره کمتره. آها ارزون تره پس. آره. میگه اگه زیرش ملات نداشته باشه هر یه ماشین که بره روش نشستش میکنه. ولی این حداقل باید 6 7 سان زیرش ملات باشه. هر چی ملات زیرش بیشتر باشه مقاومتش بیشتره. این حالت پازل باید چیده بشه، ردیفی نباید چیده بشه. درسته. اگه بخوای ردیفی کارش کنی اون زیباییش از دست میره. این یه سنگ وحشیه، باید همون وحشی هم کارش کنی. تیغه‌هاش چقدر باشه؟ برای کف بالای 5 سانت باشه، برای نما 5 سانت 6 سانت بیشتر نباشه چون سنگین میشه وزن ساختمان. بندش هم اگر بخوای بریزی دوغابیش بهتره، مقاومتش بیشتر میشه چون حفره‌ای که زیرش خالی میمونه کلا پر میشه با دوغاب، ولی بند صفر پرشو نمیکنه. این سنگه چون منظم نیست، منظمه یه سری جای حفره میمونه، اون حفره پر نمیشه با بند صفر، ولی با دوغا پر میشه. یعنی بندش هرچی کمتر باشه بهتره؟ بند کمتر بهتره، بند بزرگ خوب نیست. یعنی بیشتر باشه خوب نمیشه؟ نه.